آغاز سخن نامی خدا میگویم. درود بر بینندگان عزیز تلویزیون آسیای مرکزی. اینک برنامه گنج پریشان خدمت شماست. برنامه امروزه ما در تالار میمونخانه کیهان یا که به واژه روسی کاسموس اینجا قرار داریم. هیئت ایجادی تلویزیون این روزا نمایشگاه کتابی در مسکو برگزار میگرد که من جمله از جمهوری اسلامی ایران هم یک تعداد بزرگ فرهنگیان و کتاب‌های زیادی امروز در این نمایشگاه هستند. هم صحبت امروزه من استادی خیلی بزرگ در مسائل فرهنگ و زبان فارسی در تمام کشورهای شرق، در مسائل شناخت شاهنامه بزرگ استاد فردوسی توسی، استاد بزرگ میر جلال الدین کزازی همراه من هستند. خیلی افتخار دارم که من امروز پالای استاد هستم و میخوام در بعض سوال‌ها یا که یک موضوع دردناک که امروز در کشورهای افغانستان و تاجیکستان به خصوص صدا میدین همراه استاد یک صحبت داشته باشم. استاد سلام علیکم. من هم به شما و بینندگان گرامی و فرهنگ دوست این برنامه درود میگویم. آرزو میبرم که بخت اون را همه ما داشته باشیم که بتوانیم گنج پریشان را گرد بیاوریم در یک جا، همه ما که پیشینه و تاریخ و فرهنگی یگانه و یکسان داریم، از این گنج گران بیمانند بدانسان که میسزد بهره ببریم. تشکر. استاد، شرکت شما در برنامه گنج پریشان خوش آمد. زیاد تشکر میکنم که امروز البته خیلی قیمت خودتان برای ما صرف میکنید و ما افتخار مندیم که امروز پلوی شما هستیم. میریم به سراغ اون چیزی که امروز شما سفر مسکو کردید، اینجا هستید در مسئله به هم آوردن فرهنگ‌های روسی و فارسی. خب تا کدام درجه این به حقیقت راست میاد یا که در گذشته هم چیزی پیوستگی داشت؟ من پیش از اون که به پرسش شما پاسخ بدهم شایسته میدانم این نکته را به روشنی با شنوندگان این برنامه در میان بنهم که اگر من پذیرفتم در این گفتگو با شما همباز و هم بهره باشم، از اونجاست که من هم باور دارم، آرمان من این است که ما ایرانیان در هر جای جهان، در هر سرزمینی بزییم همچنان ایرانی هستیم. به من گفته شد که شما هم در این شبکه تلویزیونی می‌خواهید این زمینه را که زمینه است بنیادین در این روزگار روشن کنید، بر اون پای بفشارید، اون را بگسترید تا ما ایرانیان که به گسست و پراکندگی دچار آمده ایم بتوانیم به پیوند و همبستگی و یکپارچگی و همدلی برسیم. اما در پاسخ به پرسش شما آنچه سخت کوتاه میتوانم گفت این است که در مسکو نمایشگاه جهانی کتاب در این روزها برگزار است. ایران بهره‌ای ویژه در این نمایشگاه دارد. هفته‌ای فرهنگی را در نمایشگاه کتاب مسکو دستاندرکاران سامان داده اند. گذشته از اینکه ناشران ایرانی کتاب‌های چاپ نو خود را در این نمایشگاه فرا پیش نهاده اند، برنامه‌های دیگری هم در دل این نمایشگاه برگزار می شود، مانند میزگردهای فرهنگی، سخنرانی، نمایشگاه‌های گوناگون، برگزاری
هم نوازی هایی در خنیای خرم دلنواز دیرینه ایران زمین. من هم به دینجای آمدم که در پاره از این نشست ها هنباز باشم در زمینه شاهنامه به ویژه که نیرومندترین رشته پیوند است در میان ایرانیان سخن بگویم. تشکر استاد عزیز. بیاد صحبت میکنیم از اون که چون اشاره به شاهنامه بزرگ شد و شاهنامه از زبان فارسی به زبان فارسی نوشته شده است و زبان فارسی امروز یک زبان نه فقط یک خط فارسی است، میگن که این یک نقاشی هم است و خود لحن صحبت فارسی، زبان صحبت فارسی یک صحبت زبان موسیقی هم است. یعنی این سه ظرفیتی که یک جاش یک زبان فارسی بزرگ را تشکیل میکند. امروز در یک قسمت منطقه آسیای میانه به خصوص در تاجیکستان، افغانستان، به خصوص در تاجیکستان یک بحث در سر زبان می شود که این زبانی که امروز در تاجیکستان است قسمت عالمان تاجیک زبانشناس که قسمت ادبیات شناسان تاجیک میگن که زبان تاجیکی از اون زبان فارسی یک فرقی دارد و اون به ما چیزی تاثیراتی ندارد. یکی قسمت دیگر میگن که این یک زبان است، اما زبان فارسی فقط گویش دیگر اینجا است. استاد شما در این مسائل و میدونم که خیلی تجاربی باید و اون چیزی که شما گذشته تو به این سطح جهانی رسیده اید ما از خیلی فارسی با اون بلند نظر میکنیم. به این مسائل روشنی انداخته چی هستین است؟ پرسش نغز و بنیادی نیست. من بارها در ایران در سرزمین‌های دیگر مانند تاجیکستان در این باره سخن گفتم. راست این است که اگر بخواهم فراخ بنگرم از نگاهی بسیار کلان گسترده سپس به پرسش شما پاسخ بدهم میتوانم گفت که ما در این روزگار با دو ایران روبرو هستیم. یکی ایران جغرافیایی است، ایرانی که مرزهای آن را جغرافیای سیاسی کنونی برمی نهد، آشکار می دارد. در قلمرو فرمانرانی و سیاست این ایران همواره پیشاروی ماست، اما ایرانی دیگر هم در این روزگار همچنان زنده، تپنده، نیرومند، پویا در کار است که بسیار پهناورتر از ایران جغرافیایی است. من اون را ایران فرهنگی می نامم. درست است که سرزمین هایی مانند افغانستان، تاجیکستان، حتی سرزمین هایی که بخشی از جغرافیای فرهنگی ایرانند اما زبانشان دیگر شده است، از دید سیاسی مرزهای آن جغرافیای دیگر از ایران گسسته اند، جدایی گرفته اند، هنوز در دل و کانون جغرافیای فرهنگی ایرانند. باشندگان در این سرزمین ها از دید تاریخ، فرهنگ، زبان، پیشینه نیاکانی ایرانی هستند. حتی در پاره از زمینه ها و ویژگی ها من شادمانم که بگویم ایرانی تر، نابتر، نژاده تر مانده اند از ایرانیانی که در اون جغرافیای سیاسی اند. یکی از اونها زبان است. زبان تاجیکی یا زبان دری افغانی نه تنها از زبان پارسی جدا نیست، روزگاران کهن‌تر این زبان را بر ما آشکار می‌دارند.
چون این سرزمین ها اون پویایی را که ایران کنونی داشته است کمتر داشته اند، فرهنگ و زبان در اونها نابتر، نژاده‌تر مانده است. زبان پارسی چون پویایی بیشتری داشته است در این هزاره های نو، سده های نو بگوییم نقص تر است، در ایران پس از اسلام بیشتر دگرگونی یافته است. ما اگر زبان شناسانه بنگریم، ریختهایی، کاربردهایی، واژگانی را در تاجیکستان، افغانستان، حتی سرزمین های دیگر که زبانشان دگرگون شده است می توانیم یافت که ریختها و ساختارهای کهن واژه‌های پارسی را فراپیش ما می نهند. من نمونه ای برای شما بیاورم. چندین سال پیش من به دوشنبه آمدم، جشن بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در این شهر برگزار می شد. به راستی شگفت زده شدم از فرهیختگی و فرهنگمندی تاجیکان، ایرانیانی که در سرزمینی دیگر میزیند. زیرا زمانی بود که تاجیکستان به تازگی از جنگ‌ها و آشوب‌های شهری رسته بود. اون توانش‌های مادی را نداشت که حتی بتواند به بسندگی نیازهای مردم خیش را برآورد. اما در این تاجیکستانی که تهیده است می نمود، فرهنگ، اندیشه، ادب درخششی خیره کننده داشت. در اون روزها جشن جداسری تاجیکستان را بزرگ می داشتند. ما رفتیم به بزرگترین کانون فرهنگی دوشنبه که به نام گرامی و نازشخیز خونیایی بزرگ ایران باربد زیور گرفته بود. اونجا من از هنر این سرزمین ایرانی که امروز تاجیکستان نامیده می شود به شگفت در آمدم. اون آهنگ‌های دلپذیر، اون پایکوبی‌های جان آویز، جامه‌هایی که دختران پایکوب بر تن داشتند، مرا برد به ایران کهن، به روزگاران شاهنامه، حتی پیش از آن. سرمست شدم از دیدن اون همه شکوه، اون همه زیبایی. این نکته را میخواستم گفت که از همون آغاز درآمدن من به دوشنبه، جوانی که خوش بیدارم از اون نام ببرم، به نام خیراندیش با من یار شد. اون زمان دانشجو بود. چند بار دیگر که به تاجیکستان آمدم به من گفته شد که او استادی شده است در یکی از دانشگاه‌های تاجیکستان. این جوان از بام تا شام با من همراه بود، چونان یاریگر، راهنمای. یک روز شکفته و شاداب به سوی من شتافت. جمله‌ای گفت که زنگ و آهنگ آن از اون پس همواره در یاد من ماند. جمله‌ای که مرا برد به روزگار فردوسی و رودکی، به روزگار زرین سامانیان. گفت دیوانچه من
بزودی می براید. من هم از این شیوه سخن گفتن سرمست شدم، هم از اون چه در این سخن نهفته بود. در سرزمینی بینوا تهیده است فرهنگ، ادب. اون چنان گرامی است که دانشجوی گمنام میتواند دفتر شعر خود را به چاپ برساند. این پدیده فرهنگی برای من بسیار ارزشمند، شگفتی انگیز بود. تاجیکستان، افغانستان پاره های گرامی از تن ایرانند. چگونه میتواند بود که من ایرانی اون تاجیک یا افغانی را بیگانه ای از سرزمینی دیگر بشناسم؟ ایران شاهنامه که نزد همه ما گرامی است بیشتر در تاجیکستان یافتنی است، زیرا که جغرافیای شاهنامه بیشتر در پیوند است با سرزمین‌های فرارودین، سرزمین‌هایی که در اون سوی آمو دریا جای دارند. آنچنان که از شهرهای فرارودین در شاهنامه سخن رفته است، از شهرهای این سوی رود که امروز ایران جغرافیایی رو می سازد یادی نشده است. چگونه می تواند بود که زبان تاجیکی زبانی دور و جدا و بیگانه از زبان پارسی باشد؟ زبان پارسی به معنی زبان ایرانی است، نه مردمی که امروز در استان پارس بیزیند. پارس نام دیگر ایران است. پارسی به درست برابر است با ایرانی. از همین روی همه ما ایرانیان که بخشی از اون جغرافیای پهناور فرهنگی هستیم، اگر از دید سیاسی از یکدیگر جداییم، از دید فرهنگ، تاریخ، پیشینه نیاکانی با هم در پیوندیم، خویشاوندیم، برادریم. چگونه برادران میتوانند با هم بر سر ستیز باشند و به گسست و جدایی بیاندیشند؟ استاد میرو نظر کنید، خیلی صحبتی که دید که من وارد شدم و به اون دنیا رفتم. تشکر زیاد، خیلی کیفیتی عجیب است. پس موضوع این است که امروز اون تکشوی در میان این فرهنگ داخل میشه، میگن که ما تاجیک هستیم و پیوستگی به اون چیز نداریم، یا که دوستا برادرای افغان میگن که ما زبانی ما دری، این زبانی هستی اون زمان بود و این زبان اصل است. پس این تاجیکی و دری فارسی یا که همون کچالو و سیب زمینی و کارتوشکایی که به یک چیز میگیم، اینا کدامش درست هستن یا که این یک است؟ تاجیکی چه معنا دارد؟ دری چه معنا دارد؟ و فارسی چی است؟ ببینید، در ایران ما هم ایران سیاسی رو میخوام. ما با 10 زبان و گویش بومی روبرو هستیم. ایران از دید زبانشناسی تاریخی بهشتی بیمانند است، سرزمینی آرمانی است. در ایران زبانها و گویشهای گوناگون هنوز در کنار هم به کار گرفته می شوند، از ایرانی باستان تا ایرانی میانه تا ایرانی نو. شما به روستایی می روید که در کنار روستایی است دیگر، هر کدام از این دو روستا گویش دیگری دارند. پس این پدیده ایش نوایی، نابیوسان، شگفت‌آور نیست. اما همه ایرانیان
به زبان پارسی یا زبان ایرانی با یکدیگر سخن میگویند. این زبان رشته پیوند در میانه تیره های گوناگون ایرانی است، اما هر کدام از آنان با همشهریان خود اون زبان یا گویش بومی رو به کار میبرند. این پدیده همواره در پهنه ایران زمین روایی و کاربرد داشته است، زیرا تیره های گوناگونی از ایرانیان در ایران میزیستند از کهن‌ترین روزگاران. اونچنان این پدیده تیره شناختی و فرهنگی دیرینه است که راه به افسانه ها و حماسه های ایرانی برده است. شما در شاهنامه چند بار میبینید که هنگامی که سپاهی بزرگ میخواهند بیارایند، دودمان ها یا تیره های گوناگون از برابر سپهبد پادشاه زمان نمونه را از برابر کیخسرو هنگامی که میخواهد به نبرد بزرگ با افراسیاب به شتابت میگذرند، رژه میروند. هر تیره ای نشانه های دودمانی جداگانه ای دارد که بر جامه او، بر درفش او، حتی بر جنگ‌افزارهای او نگاشته شده است. سهراب میپرسد که اون خرگاه سبز، اون درفشی که فلان نگاره بر اون نقش گرفته است، از آن کیست؟ و جیر یک به یک پاسخ میده. این گوناگونی همواره بوده است در تاریخ ایران. به همین سان زبانی فراگیر، همگانی، میهنی هم در هر روزگار روایی داشته است که ایرانیان را با یکدیگر میپیوسته است. امروز چون جغرافیای پهناور سیاسی ایران فرو کاسته است به سرزمینی که در این جغرافیا ایران نامیده می شود، بخش‌هایی از اون از دید سیاسی از ایران گسسته اند، ما این پدیده را به جای اون که در بوم‌ها و استانهای ایران ببینیم، در سرزمین‌های ایرانی می‌بینیم که در همون هنگام که ایرانی‌اند از دید سیاسی از ایران کنونی گسسته اند. پس این گسست نمیتواند مایه جدایی باشد. شما نمونه آوردید که بسیار نغز است و باریک و بازنمای و رازگشای، واژه‌ای که در تاجیکستان برای سیب زمینی به کار میبرند. در افغانستان یا در افغانستان، در ایران سیب زمینی، در تاجیکستان کارتاشکه. از دید زبانشناسی تاریخی اون واژه‌ای که تاجیکان و افغانستانیان به کار میبرند نژاده تر از واژه‌ای است که ما ایرانیان به کار میبریم، چون سیب زمینی از دو واژه ساخته شده است. پیداست که این واژه نوپدید است. این برگردانی از واژه فرانسوی پوم د ترق بوده است. پوم به معنی سیب، ترق به معنی زمین. پوم د ترق در پارسی شده است سیب زمینی. اما شما واژه‌ای رو به کار میبرید که کهن‌تر و نژاده‌تر است. به همون سان شما در هر کدام از این زبان‌ها یا گویش‌های ایرانی، چه در ایران سیاسی کنونی کاربرد داشته باشند، چه در اون ایران پهناور فرهنگی بیندیشید، واژه‌هایی را خواهید یافت که کهن‌تر یا نژاده‌ترند. پس چگونه میتوان
افغانستان یا تاجیکستان، حتی کشورهای دیگری که امروز به پارسی سخن نمیگویند، پنداشت که ایرانی نیستند. ایرانی در معنای فرهنگی آن که بسیار کاربردی فراختر دارد از معنای سیاسی واژه. امروز در سر منطقه ایرانی سیاسی و ایرانی فرهنگی، یعنی اون منطقه امروز در آسیا میانه که اوضاع کشورهای قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان و ازبکستان هستند، در گذشته کشور بزرگ خراسان بزرگ. خب این زبان در اونجا مثلا زبان مردم بود و هر زبان در رشدش به یک مشکلاتی دچار میشد. امروز چه خطری به یا چه مشکلاتی یا که چه نیروهایی هستن که علیه زبان فارسی در خود ایران و در جای دیگر حرکت میکنن برای آلوده شدن یا تیکه کردن؟ خب ایران ما چون سرزمینی بوده است از هر دید با توانش‌های بسیار بالا، از دید فرهنگ، از دید تاریخ، از دید جغرافیا، ما در ایران بزرگترین جهانشاهی تاریخ را پدید آورده ایم که جهانشاهی هخامنشی است که در پهناوری میتوان گفت بی همتاست. فرهنگ ایرانی یکی از درخشانترین فرهنگ‌های جهان است. من پروا میکنم از این که بگویم درخشانترین است، اما باور من به راستی باور دانشورانه و سنجیده من این است که درخشانترین فرهنگ جهان از آن ایرانیان بوده است. اما با اندکی پروا به اون شیوه سخن گفتم. خب چنین سرزمینی همواره آز انگیز بوده است. بارها دشمنان به ایران تاخته‌اند، کوشیدند که بر این خوان یغما بنشینند، بهره از اون ببرند. این دشمنان هنوز هم هستند. هم ایران سیاسی را آماج گرفته‌اند، هم ایران فرهنگی را. چگونه میتوان در برابر این دشمنکامی، این بداندیشی ایستاد؟ گزند دشمنان را از میان برداشت. من تنها یک پاسخ برای این پرسش دارم: با همبستگی، با پیوستگی، با همدلی در بخش‌های از ایران فرهنگی خوشبختانه همزبانی هنوز برجاست. اما ایران فرهنگی تنها اون بخش از ایران نیست که زبان فراگیر آن پارسی است. سرزمین هایی که شما نام بردید بخشی از ایران فرهنگی است. شما اگر پوسته را، رویه را در این سرزمین ها بکاوید، به ژرفا، به اندرونه راه ببرید، نشانه هایی بسیار از تاریخ و اندیشه و ادب و فرهنگ ایران را در آنها خواهید یافت. ما در این روزگار دوست گرامی بیش از هر زمان در تاریخ خود نیاز داریم به پیوندی پولادین. باید به همبستگی بیاندیشیم، زمینه را برای آن فراهم بیاوریم.
نه به گسستگی، وگرنه کاری کرده ایم به کام دشمنان ایران. باید برای بینندگان عزیز یک چیز بگویم که در قطار چند شاهسری که در جهان امروز موجود است، یکی از بزرگترین شاهسرها شاهنامه فردوسی بزرگوار است. چون استاد در این مسائل کارهای زیادی انجام دادن و تجارب خیلی زیاد هم دادن و فکر می‌کنم که در آبی شاهنامه حل شده هستند، یعنی یک صحبت شاید جگری ترین در داخل استاد باشن. میریم با سراغ شاهنامه بزرگ. استاد میکنیم در آغاز کتاب استاد بزرگ می‌نویسد که پیف کندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. اصلا بایگری مردم شرق فقط فرهنگ است، برای که ما سیم و زری نداریم، ما قلعه و کشک دیگری هم نداریم، فقط فرهنگ داریم. این است اصل بایگری، ما چیز دیگر هم است. ما اگر فرهنگ داشته باشیم، اگر چیستی ایرانی خود را بشناسیم، اون را گرامی بداریم، اگر آگاهانه باورمندانه بنازیم، سر برافرازیم که ایرانی هستیم، اون ایرانی که امروز در جغرافیای سیاسی ایران میزید، یا ایرانی با هر نام دیگری در هر سرزمینی، تاجیکی، افغانی، تاتی، آسی، هرچه، به سیم و زر هم خواهیم رسید. اگر من خیشتن را باور داشته باشم، چونان میر جلال الدین کزازی، نیروهای خفته و نهفته در من زمینه پیدایی خواهند یافت، در زندگانی کامگار و بختیار خواهم شد، به سیم و زر هم خواهم رسید. این داستان کشورها را هم میبرازد. اگر ما به ایران فرهنگی بیندیشیم، اگر گسست‌هایی را که در ایران سیاسی پدید آمده است فرو بگذاریم، نیروی شگرف پدید خواهد آمد. این نامی که شما بر برنامه خود نهاده اید، نامی است بسیار زیرکانه، هوشمندانه، گنج پریشان. بیگمان اگر این گنج از پریشانی برهد، سامان بگیرد، صدها بار بیش ارزش خواهد یافت. هر گوهری، هر زیوری به گوشه افتاده است. هر کدام از اونها تنها ارزش آن گوهر یا زیور را میتواند داشت، اما اگر خرمنها خرمن گوهر و زیور بر هم توده بشود در جایی، در گنجخانه ای، بهایی خواهد یافت که هیچ توانگری، هیچ سرزمینی به هر پایه فراخ دست باشد اون را نمیتواند پرداخت. از همین روی ما اگر فرهنگ را پاس بداریم، اگر بر پیشینه نیاکانی خود استوار بشویم، از دید سیاسی، از دید اقتصادی هم بسیار نیرومند خواهیم شد. جهان امروز به سوی همبستگی می شتابد. یک نمونه آشکار بروز آن همپیمانی اروپایی است. چرا اروپاییان به بهایی گزاف میکوشند که به یک پارچگی برسند؟ برای اینکه میدانند اگر یک پارچه باشند، از دید سیاسی و اقتصادی هم نیروی بسیار برتر خواهند شد.
می توانند در برابر آمریکا یا سرزمین های یک پارچه دیگر بایستند. روزگار گسست، جدایی، دشمنی، کینتوزی به راستی سر آمده است. ما ایرانیان زمینه ها و مایه هایی بسیار داریم، حتی بیش از اون چه اروپاییان دارند، برای اینکه به یکدیگر بپیوندیم. توان جویهای خرد اندک است، اما اگر این جویها به هم پیوستند، با هم یکی شدند، گرانترین تخت سنگ ها را هم از جای می توانند جنباند و برکند و با خود برد. زود میریم به آغاز شاهنامه بزرگ که از صفحه اول اونجا نیروهای سیاه و سفید جدا میکند یا نیروهای نیکی و بدی در سیمای ضحاک و در سیمای کاوه آهنگری بزرگوار، در سیمای فریدون شاه. ما از قبل برای مردم جهان با شاهنامه بزرگوار نشان میدیم که ما اصلا در نیکی و نکونامیم و امروز نقش شاهنامه در کشورهای اروپایی و اصلا در کشورهای غیر ادبیاتی ما چی است که اونا ما رو درک کردن نمیتونن یا که نمیخوان و هر لحظه از نظر سیاست یا تهاجمی به سری کشورهای ما هست. این از شناخته نگرفتنی فرهنگ شاهنامه بزرگ است یا که از ندانستنی او است. پس موقع چی است امروز؟ بیگمان از ناشناختگی شاهنامه و فرهنگ و ادب ایرانی است در کشورهای دیگر در این روزگار. زیرا هر زمان جهانیان با فرهنگ و ادب ایران آشنایی یافته‌اند، در برابر آن نماز برده اند، سر فرود آورده اند، کرنش کرده اند. من در یکی از سخنرانی ها در همین مسکو که در زمینه بازتاب ادب پارسی در ادب کشورهای دیگر بود نمونه آوردم. گفتم که چارانه های خیام به انگلیسی برگردانیده می شود. اون چنان در دل و جان انگلیسیان یا انگلیسی زبانان کارگر می افتد که این چارانه ها به دفتر بالینی آنان دگرگون می شود. بر پایه آنها شیوه تازه‌ای در ادب انگلیسی پدید می آید که آن را به نام کهین خیام که عمر بوده است عمرگرایی یا عمریزم می نامد. این جادوی سخن پارسی است. هنری برگسون اندیشمند نامدار فرانسوی در سخنرانی خیش در فرهنگستان فرانسه گفته است که اگر شعر آن است که مولانا جلال الدین می‌سراید، ما دفترهای شعر فرانسوی رو باید به آب بشوییم. برگردانهای خام، ناکام، بی سرانجام از سروده های مولانا در این روزگار شما میبینید هنگامه ای هنگفت و فرهنگی در آمریکا برانگیخته است، به گونه ای که مولانا سخنور روز شده است. حتی توده های مردم که هیچ آشنایی با زبان پارسی که زبان مولاناست با فرهنگ ایرانی ندارند، مولانا را ارج می نهند.
انجمن‌های گوناگون نهانگرایانه بر پایه نام مولانا در کشورهای دیگر پدید آمده است. این نکته شاید نکته‌ای شوخ بنماید، اما در دل آن راستی بی چند و چون گرامی گرانبهای نهفته است برای ما ایرانیان. چهره‌های نامدار مانند هنرپیشگان سینما که پیداست چندان با فرهنگ و ادب آشنایی ندارند، چه برسد به ادب و فرهنگ سرزمینی دیگر. برگردان بیت‌هایی از مولانا را بر تن خود خال کوفته اند. چرا بیتی از فلان سخنور آمریکایی یا اروپایی را بر تن خویش نمی نگارند؟ پاسخ روشن است، زیرا مولانا شناخته تر است از سخنوران اون سرزمین ها. شما رنج خال کوفتن بر تن خویش را هنگامی برمیتابید که با سخنی، با اندیشه‌ای بسیار نغز، بسیار گرامی روبرو شده باشید. من آگاهانه این نمونه را آوردم، میدانم نمونه چندان در برون ارزشمند نیست، اما ارزش این ناب را از دید فرهنگ شناسی در دل خود نهفته می‌دارم. تشکر استاد. نظر کنیم استاد سراپا اگر ما شاهنامه استاد فردوسی بزرگوار را نظر کنیم، شروع از نیکی و بدی تا علم و عمل تا رسیدن به یک بلندی هایی که در زندگی است، راست یک معنای قرآنی دارد. در در قرآن است بیشترین نظر بکنین یک جواب ها اینجا پیدا میکنید در زبان فارسی. از چیز که امروز این شاعری بزرگ، این معنای با ظرفیت های خیلی بزرگ، با معناهای بزرگ امروز در میان خود مردم ما کم هست. یعنی این از چی خاطر مردم از این دهشتی دارن که بیشتر باید استفاده شود در مکاتب و در دانشگاه و در این مسائل، از این بیشتر استفاده شود، از شاعران استفاده کلاسیکی بیشتر استفاده شود؟ خب این پرسمانی است که گشودن آن نیاز به زمانی فراخ دارد، زیرا که پرسمانی است پیچیده که انگیزه ها و بهانه ها و کارسازهای گوناگون اون رو پدید آورده اند. من اگر بخواهم پاسخی فراگیر به پرسش شما بدهم، اون پاسخ این است که در این روزگار کشورهایی که فرهنگ و پیشینه‌ای گرانسنگ و دیرینه دارند با گونه‌ای آشفتگی و نابسامانی و سرگردانی در چیستی تاریخی خیش روبرویند. تنها ویژه ایران هم نیست. شما این پدیده را در کشورهای دیگر مانند چین، یونان هم می‌بینید. من این را روزگار گذار مینامم. روزگار گذار به ناچار همراه است با سرگشتگی، با نابهنجاری، زیرا که روزگار گذار روزگار برهنگی است. شما جامعه کهن را از تن بیرون آورده اید، اما هنوز جامعه نو نیافته اید، ندوخته اید که بر بالای شما ببرازد و چست بیاید.
بناچار چندی باید برهنه بمانید تا اون جامعه نو آماده بشه. من به استواری میگویم این روزگار گذار که روزگار برهنگی است دیری نخواهد پایید. این که شما امروز پیشاروی من نشسته اید، از من میپرسید که چه باید من کرد تا بتوانیم ایرانی بمانیم، به هر نامی، ایرانی در معنای فراخ فرهنگی آن، خود نشانه است از این که این روزگار گرم پایان گرفتن است. ما آغازیده ایم به این که بکوشیم اون چرا به راستی هستیم بشناسیم، بکوشیم که به آن درخشش خیره کننده پیشین بازگردیم، بکوشیم که از گسست پیوند بسازیم، از پریشانی به سامانی. گمان میکنم به پایان ببریم آیه، چون گلوی من هم دیگه باشد. از شما خواهش میکردیم از اون شاهنامه بزرگوارمی چه مصرعی از زبان خودتان استاد یک قرائت میکردید، بعد از اون یک معنیداتشو میکردیم دیگه. من این لخت را در شاهنامه بسیار خوش می‌دارم. همه لخت‌های شاهنامه شگرف است و شگفت، شورانگیز، دلاویز، شررخیز. اما هر کس از ایران جدا افتاده باشد، هنگامی که به این لخت میرسد تاسه در او جان میگیرد. تاسه نیاز و خواسته است که با اندوه آمیخته است. من تاسه را در برابر واژه فرنگی نوستالژی به کار میبرم. پیل او با شنیدن این لخت به یک بارگی می جنبد، می خروشد، به تب و تاب می افتد، زیرا فرایاد هندوستان ایران آمده است. این داستانی است در زبان فارسی. اون لخت این است: خوشا باد نوشین ایران زمین. این باد نوشین، این باد نوازشگر، این باد دلاویز، جان نواز تنها در ایران میتواند وزید. اما خوش می‌دارم این گفتار را با بیتی از رودکی به پایان ببرم. ای بخارا شاد باش و دیرزی، میرزی تو شادمان آید همی. میر هژیر فرخنده ویر فرهنگ ایران و پیشینه نیاکانی. در این بیت رودکی بخارا نام شهر نیست، نباد ایران است. ای بخارا شاد باش و دیرزی، میرزی تو شادمان آید همی. این بخارای فرهنگ ایران که همواره شاد است و دیر میزید، به زودی میر خیش را در آغوش خواهد فشرد. این نه تنها آرزوی من است، باور من نیز هست. ایدون باد. ولی دوستان عزیز، بینندگان خیلی ارجمند، امروز یک روز یک صبح خیلی شفابخشی برای من بود که من با استاد واخری کردم و از این صحبت‌های من نمیدونم خیلی جگری لذت بودم و این لحظه ها من در اون
300-400 سال اون ایران بزرگ، اون خراسان بزرگ اونجاها سیر کردم و گشتم. چون ما نمیتونیم اون تمامی چیزهایی که امروز یک گنج خیلی بزرگی در قلب پاک استاد هستند در یک برنامه گرد بیاوریم و از درگاه خداوند بزرگوار یک امید داریم که روزهای دیگر هم همراه استاد واخری کرده باشیم و برنامه دیگر خواهیم ساخت. اینجا من از استاد خیلی گرامی قدر تشکر میکنم که امروز با یک امیدهای زیاد خداوند شما رو با ما رسانید به اینجا به مسکو و یک پاره کوچکی که ما امروز اینجا تلویزیون داریم، یک پاره کوچکی خاک تاجیکستان همون ایران بزرگ فرهنگی است و این از اونجا صدا خواهد داد. استاد برای شما در پیشرفت کاری، زندگیتون صحتی و سلامتی، رشد و رواج کار و برکت خداوند بزرگوار تا تمام زندگیتون باشه. تشکر از شما هستید که ما هستیم، هستید که امروز این فرهنگ شاهنامه بزرگوار گویا هست و هستید که شاید هزاران نفر دیگر از این علم و دانش دریاوار شما بهره‌مند خواهند شد و از پی این کار خواهند رفت. و من در آخر از مصرع‌های مولانا بزرگوار میگم که ما شاخی درختیم پر از میوه تعوید، هر رهگذری سنگ زند آر نداریم. آره، از گفته استادم تکیه میکنم میگم که شاید این فرهنگ برای فرهنگ ایران بزرگ برای مردم جهان آفریده شده است از طرف خداوند بزرگوار که از ما یک میوه تعوید را بگیرند. از ما آن گفتهای استاد فردوسی بزرگوار که تهمت و زیر گوشه یافتم، زیر خرمن خوشه یافتم. چون این مرد بزرگ اون خرمن خوشای از خرمنهای جهان را جمع آورد به خرمن بزرگ فارسی یا ایرانی بزرگ. مردم امروزه جهان که سراپا در جنگ و جنجالا و در خونریزی هستند از این فرهنگ چیزی را بگیرند. یکی از آغاز شاهنامه بزرگ که نیکی و نکنامی و بدی را در هم گذاشت و برای مردم جهان نشان داد و نیکی چی است و بدی چی است، از اون چیزی بگیرند. و در آخر اون دعایی که استاد کردن این یک دعایی بود که خداوند را مستجاب میگرداند که حتما که اون بخارای بزرگ میر دیگر را قبول خواهد کرد. استاد تشکر زیاد برای شما، تشکر که ما همراه ما هستید. اینجا برنامه گنجی پریشان به پایان می شود. خداوند یار و مددگار شما باد. من هم از شما سپاسگزارم. برای همه ایرانیان که با هر نام در هر گوشه گیتی میزیند بختیاری و کامگاری پایدار آرزو دارم.